بزنیم گونگولا. نمیدونم که باز نشستی الان باید بخندی. احساس سبکی میکنم. گیلی 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 گیلی. من جواب نمیده. من کلا بی‌حسم. این خیال همه یه جای حساس دارم. بیا اینجا اینو ببین. گفت خودم میتونم برم تو. و بعد هانسل و گرتل جادوگر پیر رو هل دادن توی اجاق و جادوگر بی وجدان با حقارت تا حد مرگ سوخت. بذار ببینم درست فهمیدم. داستان در مورد آدمخواری و زنده سوزوندن آدماست؟ آره. خب واسه همین نسل جدیدو میگن سوخته. کنار اومدم با هم دیگه خسته کننده. کاملا درسته. باید صورت خودتو تو اون عکس میدیدی. این شکلی بودی. ارجا نکن، من دوستای خوبی نیستی. فقط یه بار تو یکی از دور همیای شرکت یه مورد خاص پیش اومد. چی؟ یعنی هیچ وقت قلقلکت ندادن؟ پدر مادرت چی پس؟ اوه ببخشید یادم رفت. تو پدر و مادر نداری درسته؟ تیم، ممکنه که منو یه بچه فرض کنی، ولی من بالغ به دنیا آمدم. من حتی نمیتونم تصور کنم بچه نبودن چجوریه. تو همه دوران کودکی از دست دادی؟ هیچ وقت کسی نداشتی که دوست داشته باشه؟ آدم دلتنگ چیزی که هیچ وقت نداشته نمیشه. بیدار شو آبید کچولو. هی تیم بیدار شو رفیق. چیه؟ صبح بخیر. مشکلی پیش اومده اخراج شدم؟ نه برای کار دیر شده. چی؟ امروز روز بردن بچه ها سر کاره و قراره تو هم بیای. رسما دوران تنبیه تمومه. واقعی؟ چیزم میتونه بیاد کوچولو؟ به نظر من که اشکالی نداره. آره. کاش منم به همین اندازه برای کار هیجان زده وای میشدم. خاک بسرم این کفگیر منه. جانم جبروت. خیلی خوب آقایون، به پاپیکو خوش اومدید. تیم نگاه کن، یه استخر طول سگ. چقدرم بهداشتیه. ببینم دلت میخواد یه عکس با پاپیکو پیت بندازی؟ نه ممنونم. فکر کنم واسه کوچولوم زیادی ترسناکه. منم همینطور. آره. من و پدرت یه سری کار داریم که باید انجام بدیم. میخوای بیای تو دفتر و یکم با ما وقت بگذرونی؟ برادرت هم میتونه تو بخش طول سگا بمونه تا ما دوباره تیم خودمونه داشته باشیم. تیم خودمون؟ عزیزم ما میدونیم که تو این مدت نتونستیم مثل سابق باهات وقت بگذرونیم. نظرت چیه؟ نه مرسی، من ترجیح میدم با کوچولومون وقت بگذرونم. خوشم اومد. برم من. حواست به دور و اطراف باشه تمپلتون. تا تو این طول سگ جدیدو در آوردیم بعد من میرم خونه. تو بخش طول سگا بمونینا. باشه خداحافظ. نایت مووی. آها اونجا میشه پرونده‌های مخفی راجب طول سگ جدید پیدا کرد. عمرم بشه از اونجا رد شد. نه اونجا نه، در طول سگا. آخه چطوری از نگهبانی رد بشین؟ نوچ نموچه نوچ. این لباس خارش آدمو در میاره.
آخه چه هپوی نازه. سگ ندیده 14